دیگه. به غیر از این کار چندشاور کار دیگه ای واسه خوشگذرونی دارین یا نه؟ راستش بعد از یه روز طولانی تو اردو بودن خوبه که به یه موسیقی آرامش بخش گوش کنیم، اونم در کنار آتیش. اسمشو گذاشتم آواز کنار آتش. نشستیم ما اینجا کنار و دور آتش، زیر آسمون هستیم که مملو و ستاره است، دستی بر کله دوست نگاهم تو نگاهش، خوانیم آواز اردو را با هم. ما آواز کنار آتش را خوانیم، آواز کاف و نون و الف و ره الف و ته و شین خوانیم ما با هم، تند و تند و تند با خوشحالی و خوشنودی و شادی. توی اردو آواز کنار آتش خوانیم. پاتریک آتش اردو کنار آواز. بختپوس بخون دیگه. آواز کنار آتش را خوانیم ما. تموم شد. آخیش به نظر من که خیلی آرامش بخش بود. نه خیرم.